سلام رفقا، حالا دلتون چطوره؟ بالاخره اومدیم جایی که امیر عاشقشه، یعنی جایی که مخصوص امیره. اومدیم بهترین کافه تیک‌اوی مشهد. سلام علیکم. سلام عرض میکنم بچه‌ها بریم دو تا نوشیدنی مشتی بزنیم ببینیم چی میشه. من از این ماچا و نمیدونم این چوسی بازی نیستم. بگو قهوه صدر و وسطا داره؟ سگ‌پز. اتفاقا اومدیم اینجا یه توپ بخوریم با ماچا. من ماچا میخوام. بابا ماچا مزه سگ میده. چرا ماچا میخوری؟ یک بار به هر حال همین بعد امتحان بکنن. واسه چوسیش ماچا میخورم. هر کی از هر چیزی که بدش خوب نیست به درد نمیخوره. حالا من جلوتون میخورم. مزه علف میده. به خدا اگه داغش هم میخوام بخورم. نه تو رو خود نگاه کن. داغش خیلی آشکاره. آره توی هوا خوبه دیگه. هوا چطوره؟ هوای قهوه است. دیروز مشهد بعد همون منظورش بارون اسیدی. عشق می‌کنی نه؟ برای ویدیو بهترین ها نگاه مشهد به خودتون یا حالا همه قهوه است. دیروز مشهد بعد بالای 100 تا کافه خوب داره، 100 تا هم کافه بد داره. بد نداریم ما تو مشهد هم بد نداریم. ما جایی که میریم بد نیست. نشستش بر دستم از قصد زدم تو بشکستم دست ببین عاشق دستم بیا پیشم بشین که من دوباره مست هستم من بگی چه منو تک نمیان کافه من چی میخوای بخوری؟ دونه اسپرسو کجاست میکروفون من؟ اسپرسو یه دونه اسپرسو میای میذاری میخوری بلند میشی میگی اصلا کافه واسه همینه دیگه. امریکانو سفارش میدی. امریکانو چی اسپرسو؟ تو مگه مرد نیستی؟ اینجا بشینیم صحبت کنیم ویدیو بگیریم یه دو قلوب بخور تمام شد. امریکانو بخور طعم اصلی قهوه رو بفهمی چیه عزیزم. ربطی نداره. تو به متخصص این ورتر بگیر منم اسم اون برم من. تو به متخصص قهوه میتونی. شما شاگرد کی بودی؟ استاد جلیلی. تموم شد. این که آره دو تا امریکانو شما نخیر. شما امریکانو میخوری منم که ماچا میخوام. بابا تو به ذات میکنم به خود. اینجا شلوغه نمیشه. من باید برخورد کنم. جرأت تست کردن بده. یه بار میدم تو چوسی. تو از اینا که همه جا میری ماچا میخوری. چوسی اونایی که همه جا میری. من یه دونه نگاه کن اینا من دیدم اینجا پردم به وجود که بذار ماچا. وای چه همه ماچای پرتقال بری بخوریم. اگه یه روز بریم سفر زمانی که ما کار میکردیم یه دونه قهوه دوب میخوردیم. قهوه تک جبل و تک و دوب بدونش میخورم. بریم آقا من یه دونه ماچای نارگیل میخوام هات. بابا گرد نگو تو رو خورم. برای چی؟ اینجا خیلی دورمونو گرفتن. برای چی؟ بابا اصلا فکر کن علف رو بکنی خب تو شیکش کنی خب اونو باز بیای با استیم بخور گرمش کنی. تست کنم ببینم طعمش چیه. اون اصلا حد آیسشو بخور. داغش واقعا از قرمه سبزی کپک زده میمونه. قرمه سبزی بذاری کپک بزنه بشه. بعد تو ببخش قرمه آقا ببخش ما داریم درستم بیاد قرمه سبزی بزنی کپک حالا از این میگه بس که چشا شهناییه مشکل مون شراب سلام علیکم. خب مون شرابیه زلزله شهرمون. شما تو کامنت ها بگین پسری که ماچا بخوره چیه؟ بیا دیدی این آهو نفرین منه. قطعا پسری که ماچا بخوره بابا یه دقیقه ماچ هم میده ولی هیچی مثل ماچای خورد نیستش.
ببین هم نمیخوره. خب من بخوری بگی به به کشتمت. بخوری بگی به به کشتمت. نه خوبه. نه خوبه خدایی. سب کن اول من گم میگه دادم پاکا. تا قیافت معلوم میباره رضایتت. نه دیگه حالا واقعیت اول معلوم دارم هر چی خوردم شیر نارنجی بود. خب قشنگ همه نمیو بیارم بالا. چه من اینه که تلخی بخوره. آدم قهوه بخوره خوابشو به هم میریزه. نه یادم رفت جمله رو. عالی. نزدیک زهر ما من که حالا تست کردم میدونم. نه مثلا چه شده قبلا تست کرده بودی؟ نزدیک مثلا زیره و گشنیز و مثلا پونه و اینا رو خب با هم میکس بکن بریز تو جوراب یه فرد چینی. همین میخواستی بعد زیر بغل ما رو چیه آشغال میکنه؟ قهوه شما نه خیلی کمه. این یه آمریکانو قرار بازش کن حاجی آمریکانو باید خیلی بیشتر باشه. مگه چیپس از سرتش زدن؟ بعد چیپس شرکتی رو باز میکنی بیا انقدر بیا بگو بریم کافیه چوسی کیفیت تنها چیزی که اینجا داره حال میده عرفان اجازه هست؟ حتی اجازه هم ندی برحال ببین راستی خدای قهوهش با کیفیت نگاه یه ایرادی داره. خب بذار تو هم تست بکن ببینم ایرادش متوجه میشیم. بده من آجی من ماچا نمیخورم. بی خود کردی بعد تست کنی. جمله رو یاد آمد. قهوه خوابتو خراب میکنه آدم. آقا چرا بیرم مثلا با تو نبوده. خب گم شد. امیر کات رو درست ببندی رو من ها. بذار تمام تلاش هم میکنم. بریم بذاری من لباس هم بیارم. من قدیم گفتم میخوای یه ماچی ماچا بخوری لباسی دارید آماده باشی. از چه ما ناخواسته من امیر چی میکنیم اول قهوه‌شو تست بزن. با کیک سبوکه آقا تا اول من باید تو کادرمین اینطوری بپرم. اول قهوه‌شو میگم قهوه‌شو تست عمو سعید نمیدونم عمو سعید تو یاد برگره عمو سعید. ببین قهوه‌ش یه ایرادی داره. میخوام بدونم میفهمی یا نه. فهمیدی؟ میدونم هیچ ایرادی نداره دوستان. برو ماچا برو ماچا رو بزن عشق. آی عینکم با اون ای سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. آره بازم منم همون نوش چرا هم نمیخوره بایستا شون. ببین میتونی لیوانم بلند کنی اگر خسته میشی. هم نمیخورم من زیر میکنم. نه نیو بیار اول خفه شد. شیر نارگیلشو اگر خوشت اومده شیر نارگیلشو خوردی. همین خدا لعنتت کنه. ببین خوبه دیگه. یه همین کات رو داشته باش. همین کات رو قفلش کن. نه مطمئن. آره به جان تو. آره خیال راحت. توف کردی؟ نه چه احساس کنم توف کردی؟ ببین شیر نارگیلشو خیلی دوست دارم. نه هرچی بالاتر میرین زیاد اصلا مناسب نیستش. باید یه کار کنم
بیا ماچاها رو بریزیم تو نه قهوه بریزم توش. نکن دیوانه. حاجی داره هم میخوره. لجن داره هم میخوره. بذار من بیام اینجا شاید امیر کادرش رو درست کنه. قهوه ثبت شد. ببین قربونت برم. تازه این چی هم داره؟ این نارگیل هم داره. الان خوبه. این پشت یک تابلوی جد کنه کرد. یه لحظه کلاتو بیار کنار. به این وقت خب پشت یه مطلب خیلی قشنگی گذاشته بود. آره واقعا هم رعایت میشه. بچه‌ها اصلا همه جا مدیونی که فکر کنیم که ما خیلی قید و بند. نه آره نمیدونم حالا تقوی گرفتم. هم خوبه خوب نصفه اول خوبه، نصفه‌ای که پورتیندی میره پایین انگار فکر کنی روغن اویلای با پالمو کنن تو حلقه. سری نگاه این روغن گیاهی چیه میدونم برای روماتیسم و اینا یک بوی داره. روغن زیتون نه کنجد نه زرد نه یک تلخی هم داره. تلخی من از تو سرخی تو از من. آقا خوبه در حال یه چیزی میشه دیگه. نه یه چیزی تو روتین زندگیت واقعا اینو سفارش میدی؟ ببین من خودت هم میدونی من کلا از کله پاچه متنفرم. یعنی نگاه من بخوام بگم گوسفند و مشتقیاتش، ولی در حال کله پاچه هم تست کردم. من که تا حالا تست کردم میدونم تو که از کله پاچه تست کردم بعدش میان. آقا واقعا نمیتونم بخورم ولی اونم تست کردم. به هر حال آدم بعد بخورین هم میخوره. الان بهتر شد. اولش الان بهتر شد. هرچی میگذره نه ببین نه اولش من خالی تست کردم آوردم بالاش دیگه. دیگه الان بهتر شد دیگه. من میخواستم بخورمش. سلام. قهوه‌ش یه ایرادی داشت. اگه خب ایراد نخورم. قهوه یه ایرادی داشت. ایراد نه. ببین تو کیفیت و نوع قهوه‌اش که شکی نیست ولی ایرادش چیه؟ این دستگاهاش حالا بعداً فیلماشو می‌بینیم نه باریستاش مثلا بگیم اما نه همه ایناش اوکی. خب دستگاه چون داره مدام داره کار میکنه یه ذره قهوهش به سوختگی میزنه. نه اصلا بابا تو ماچاتو بخور. تو ماچاتو بخور. تو ماچاتو بخور. تو ماچاتو بخور. سوختگی میزنه. تو ماچاتو خیلی بخور. کم ولی تو ماچاتو بخور. ببین خب نه نظر کارشناسی دیگه. تو چه تو چی؟ واسه دم دور میزنه. در مورد قهوه اصلا تو هیچ صلاحیتی نداری. اصلا تو ببین شاید همه متوجه نشن خب ولی در حال دیگه اونایی که این کارو باشن احتمالاً متوجه میشن. این همه جا من جا داره که همینجا یک سلامی بکنم به استاد عزیزم مارکو محسن. نگفتی حالا مارکو محسن. مارکو محسن که دارکنم. بارکد محسن حتما سابسکرایب کنید بچه‌ها. مارکو محسن اسم پیجشه. حالا اسم استادت بگو. چرا اسم پیج؟ محسن مصداشو میزنید؟ نه استادم که نبود ولی ازش چیزای زیادی یاد گرفتم. تو در حال زیر میزنم. اسم کافه رو میتونین از روی لوگوشون تشخیص بدین. دارم ماچا میخوره. ماچا گرفت. عالیه. نه جدی واقعا. نه واقعا خوب نیست. فردا صبح مثلا رفتی قلزو برگشتی میای ماچا بخوری. نه غلط بکنم. شما چون کارشناسین از خواص ماچا میتونید به ما بگین. اصلا تو چی تو من دیدی که من تا قلزو برم؟ این اول بگو. ماچا الان بهت میگم.
ماچا میدونی که کافئینش از قهوه بیشتره واقعا و بله حالا مثلا فرش شدن و چی شدن؟ فرش شدن آخه مرد فرش به میشه تو چه؟ مرد من فرش دارم بگم آخه مرد فرش میشه لعنت مرد چی میشه؟ مرد انرژی میگیره انرژی هم مال زنه مرد مورفین نیکوتین پس الان فهمیدین دیگه بعضی تبعیض جنسیتی به هر حال دا شعورش برم میاد بله مرد این چیزا اصلا زشته برگم ولی خوبه یا نباشه ما با ماشین اومدیم این ماشین رو بعدا بهتون نشون میدیم دیگه نگو دیگه تو ویدیو به هر حال بعضی دوست همش- دارم بدون مثلا ما دوست داریم دیگه چه شکلات عرفان نداره میگیره من این عینک از عرفان هم شاید بیشتر نکنه این تمیز مال زمان از هخامنش نه هخامنش میگه فردا مثلا غلط کردم زر به جان خود آره این خیلی وقت پیشه آره از زمان این روی پک قنداقش و اینا بوده گفتم بزرگ بشه اینو میزنی هم زمانی که دیگه چشم واسیت اینو داره میزنه همین چی میخوام من شکلات الان اجازه بگیرم اجازه بگیرم یه ایراد بگیرم شکلات میخوام البته مرد که با شکلات نمیخوره چه نه همون یه دونه رو به جای هم شکلات آب و شکلات یه دونه آب هم بگیر بعد معمولا کنار قهوه من کوکی نمیذارن ببین 10 دقیقه پیش رفیقمون اینجا بود روی اینجا بود روی اینجا یه دونه کوکی بود چرا ما کوکی نداریم؟ کوکی نبود به جان کوکی بود ان به خدا داشت روش بابا از همین من فکرم باقلوای بعد که آورد دیدم اینه بعد فهمیدم که همینه میبرم یه جا باقلوا ببینه بدون 5000 کن میبرم پیش چشا آقا قربت Dominic Paulson Brentford قیافت نمیخوره ببین دفعه بعد یه جا میبرم فقط اسپرسو داره و اسپرسو چای نبات داره به اضافه قهوه ان ای من داشته آی یعقوبی از همینجا دارم بهت میگم آی یعقوبی که همون صاحب اون قهوه است خب امشب نتونستیم واقعا دیدش من نمیشه امشب دیگه یعنی میریم روز دیگه فردا میایم قهوه شما هم تست میکنیم نظر واقعیمون رو میگیم شاید واقعا اونجا به یه جا میخوام ببرمش فکر نکنم 140 بخوره 100 روبوستا 40 محتویات هم زده آره آقا ولی واقعا نگاه کن بعضی وقتا میبینی یه سری جایی که فکرشو خیلی خوبه یه سری جایی که فکرشو میکنی قهوه‌اش خیلی خوبه این چیش خیلی خوبه اینجا نشسته بودم مغزم داشت آتیش می‌گرفت خیلی خوبه خلاصه کیف داد خوبه و منم چی می‌فهمم چی میشه عرفان پیش فعال من از سفارشم خیلی راضی‌ام بخور ریاکت تو غلطی بود که خودم کردم واقعا من بهش بعد ایراد بگیرم به مجموعه حقیقتا اینجا خودش به من معرفی کرد خب جایی که من میخوام بهش معرفی کنم قطعا کف هند قشنگ قرار خوش بگذره خیلی میریم اونجا مثل سگ میلرزی خب آتیش بعد روشن میکنن این تو دست تو میگیری یه شات قهوه بهت میدن توی ظرف شیشه‌ای یک شکلات مثل سگ پرت چیز ببخشید یه شکلات پرت میکنن جلوت میخوری ولی خدا شاده میخوری ماچا هم که داره آره ماچه اونجا هم تست بکنیم آره حتما خودشون ماچ میکنن یا یک ماچت میکنن که اصلا متوجه نشی دیگه بعدش انرژی کافئین فود کارتمو بده کارت منو آقا حالا تو که ندیدیم چه فرقی میکنه بردش بکش 60 کیلومتر با من رفاقت کرد 120 کیلوه خودم 120 60 کیلومتر اضافه